با سلام خدمت دوستان عزیز. شرکت مانر وارد تغییرات در کار استفاده اولین کاری که باید بکنیم بعد تمام میکشیم راست کنیم. خب مرحله بعدی باید تماما این چیپ‌ها رو روشون رو تمیز کنیم که این خمیر سیلیکون‌های قدیمی تمیز بشن. کاملا باید پاک بشه همین خمیر سیلیکون قدیمی. باید تمامی این خمیرهایی که این کنار ما هست تمیز بشه. همونطور که ملاحظه می‌کنید تماما سطح چیپ‌ها تمیز شد. مرحله بعدی کاری که باید بکنید تمام این اتصالات باید آیل بشه. خب این هم آخرین چیپی که خمیر سیلیکون. مرحله بعدی گذاشتن هیتسینگ تا بستن پیچش. این هیتسینگ هیدرو که میخوایم روی بورد نصب کنیم. فقط نکته که باید توجه بفرمایید که سوراخ‌هایی که روی هیتسینگ هست با سوراخی که روی بورد هست یکسان باشه و این سمت که به صورت شیار هست قسمتی که روی چیپ‌ها قرار میگیره. و این هم آخرین پیچ. تمام شد کار و حالا آماده این که اتصالات آبیش رو ببندیم و بعد توی دستگاه قرار بدیم جهت استفاده. بعد تماما اینا باید وکیوم بشه که ضد آب و عایق باشه. فعالیتی که روی 8 بار انجام شده رو یه مختصر توضیح خدمتتون میدم. تماما طبق استانداردهایی که شرکت التماینر اعلام کرده عایق سازی تمام چیپ ها انجام شده. خمیر سیلیکون تمام چیپ ها عوض شده و همونجور که ملاحظه میکنید یه ورودی آب و یه خروجی آب توی 8 بار تعبیه شده توی هیتسینگ و اینکه کاملا در برابر رطوبت و گرد و غبار عایقه. و حالا میخوایم یه تستی هم از چیپاش بگیریم سالم هست اینش بگیریم. ولی 114 تا چیپ رو شناسایی کرد و دماهاش. با تشکر. این هم اسمبل هیدروسازی نسخه 110 تراهشی به 185 تراهشی.